من نگینم و اینجا چنل یوتیوب منه. به پارت 4 آموزش تابلوهای آبستر با من خوش اومدین. تو این پارت فقط قراره که روی جزئیات تابلو کار کنیم. با ترکیب کردن آبی سرولین و زرد کادمیوم به یه سبز تیره‌ای رسیدم و شروع کردم روی قسمت‌هایی که باید اجرا کنم این رنگ رو اجرا کردم. تو این قسمت آب سرولینم رو با سفید روشن کردم و روی قسمت‌های گردن و بدن مدلم اومدم اجراش کردم. این طرحی که ما داریم اجرا میکنیم پر از لکه‌های تیره و روشن از طیف‌های مختلف آبی و سبزابی هستش که تو قسمت‌های مختلف تابلو باید اجرا بشه. اینو همیشه یادتون باشه که جزئیات هست که کلیات رو میسازه و شما هر چقدر که به جزئیات تابلوتون بیشتر اهمیت بدین و روی ریز جزئیات بیاین کار بکنین، تابلو در نهایت خیلی قشنگتر و زیباتر میشه. قسمت‌های وسط تابلو رو اومدم یه تکه‌های از رنگ آبی تیره با استفاده از قلم زبان گربه‌ای و کاردک اجرا کردم. توی این قسمت اومدم با استفاده از یه تکه ابر و رنگ کرم روشنی که ساخته بودم یه تکه های از تابلو رو از رنگ کرم کار کردم. اجرا کردن با ابر خیلی کار راحتیه. شما با دب زدن یا همون ضربه زدن روی تابلو میتونین کاملا طرحتون و بافتتون رو روی تابلو اجرا کنید. برای قسمت پایین تابلو یه تکه‌ای رو باید از رنگ نخودی تیره استفاده می‌کردم. برای ساختن این نخودی تیره اومدم از رنگ اوکر، سفید و مشکی استفاده کردم. نکته مهم ساخت این رنگ اینه که حجم بیشتر رنگت رو باید اوکر باشه و یه نقطه مشکی و یه مقدار سفید بهش اضافه کنی. اگه رنگ مشکیت رو خیلی زیاد و کنترل نشده اضافه بکنی، رنگت رو به طیف‌های دیگه‌ای میبره. از همون رنگ اومدم با یه قلموی ظریف‌تر یه سری لاین کرم روشن روی قسمت‌های دیگه از تابلو هم اجرا کردم. برای اینکه بتونید جلسات بعدی این تابلو نقاشی آبستر رو ببینید، همین الان چنل رو سابسکرایبش کن.